وقتی که من در دانشگاه سایه اقتصاد رو می‌خواندم، من در رفتی خانش فهمیدم که سایه اقتصادی این سایه من نیست. یکم وظیفه کاری هم پیر منیجر بود و در روش کار فهمیدم که همین ساحه ها به من بیشتر نزدیکتر است و بعد من همراهی همکارم دیزاین گرافیکی رو آموختن سر کردم. برای آموختن دیزاین گرافیکی به من 6 ماه لازم بود که من از سر تا آخرش آموختم. با خلاصه آمدم که به من رژه آزاد بیشتر خوبتر است برای هم آموزش، برای هم کار کردن. در رژه آزاد من میتونم وقتم رو هر نموده که میخوام استفاده برم. سال باز من هم چومنتر شده کار میکنم. یکم سال تجربه‌ام این در پروگرام پیشرفت بود که من قطعی همکارم جوانان رو به جوانان صاحب کاری رو می آموختیم. وقتی که من دیزاین گرافیکی رو آموختم میخواستم که به دیگران هم بیاموزم. در طول 2 سال من کورس SMM و دیزاین گرافیکی رو به جوانان آموختم. حاضر در شهر دوشنبه من در IT ران کار میکنم که دختران رو به دختران وب دیزاین درس میدهم.